برای مخفی کردن یا قفل کردن آیکون بازی و برنامه‌ها توی گوشی‌های شیائومی با آپدیت HyperOS میتونید از دو روش استفاده کنید. روش اول اینه که وارد منوی گوشیتون که میشید روی آیکون امنیت یا سکیوریتی بزنید. حالا اینجا صفحه رو بالا که بکشید میتونید از پایین صفحه از بخش حفاظت از حریم خصوصی از قابلیت‌های پنهان کردن برنامه‌ها یا قفل برنامه استفاده کنید. اگه روی گزینه پنهان کردن برنامه‌ها بزنید یه لیست بهتون نمایش داده میشه که میتونید هر کدوم از این برنامه‌ها رو که میخواید از منوی گوشیتون مخفی کنید. من 3 برنامه رو انتخاب میکنم. حالا میبینید که توی منوی گوشیم دیگه نمایش داده نمیشه. برای دسترسی به برنامه‌های مخفی شده کافیه توی صفحه اصلی گوشیتون 2 انگشتتون رو روی صفحه از هم دور کنید. شبیه همین آیکونی که الان روی صفحه بهتون نمایش دادم. اینجا دیگه میتونید از هر کدوم از برنامه‌هایی که میخواید خب خیلی راحت استفاده کنید. خوبی این قابلیت اینه که دیگه توی آپدیت HyperOS اگه توی بخش جستجو اسم اون برنامه‌ها رو بزنید بهتون نمایش داده نمیشه و تنها راه استفاده و دسترسی به اون برنامه‌ها اینه که توی صفحه اصلی گوشی 2 انگشتتون رو از هم دور کنید. این از روش اول که خب میتونستید از برنامه امنیت این کار رو انجام بدید که حالا من غیر فعالشون کنم. اگه به هر دلیلی آیکون برنامه امنیت روی منوی گوشیتون نبود میتونید وارد تنظیمات گوشی بشید و توی بخش جستجو کلمه پنهان یا هاید رو جستجو کنید. حالا اینجا از بخش برنامه‌های پنهان بخش امنیت میتونید همون کار رو انجام بدید و برنامه‌هاتون رو مخفی کنید. برای قفل کردن برنامه‌هاتون هم بجز دسترسی از طریق برنامه امنیت میتونید از این بخش برنامه‌ها و گزینه قفل برنامه‌ها استفاده کنید. اینجا وقتی که روی گزینه روشن کردن بزنید ازتون میخواد که یه رمز عبور برای ورود به بخش قفل برنامه‌ها انتخاب کنید که باید اون رو 2 بار تکرار کنید. توی مرحله بعد میتونید اونو به حساب کاربری شیائومیتون متصل کنید که اگه یه زمان رمزش رو فراموش کردید بتونید خیلی راحت بازیابیش کنید. و توی مرحله آخر هم خب لیست برنامه‌هایی که میخواید قفل کنید و بهتون نشون میده و هر کدومو که خواستید کافیه این گزینه مقابلش رو فعال کنید. برای مثال من اینجا برنامه تلگرام رو قفل میکنم. الان اگه بخوام ازش استفاده کنم خب ازم میخواد که رمز عبور رو وارد کنم که اگه روی گوشیتون هم اثر انگشت گذاشته باشید میتونید خیلی سریعتر قفلش رو باز کنید. اگه زمان خواستید قفل برنامه‌ای رو بردارید یا کلا این حالت رو غیر فعال کنید میتونید باز دوباره از بخش برنامه‌ها و قسمت قفل برنامه 1 بار رمز عبور رو وارد کنید و از این لیست برنامه‌ها رو غیر فعال کنید یا روی آیکون چرخنده بالای صفحه بزنید و کلا قفل برنامه رو خاموش کنید که دیگه روی هیچ برنامه‌ای قفلی نباشه. لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. موفق باشید.